دجال سیستان. امام احمد حسن از یک نهاد میلیارد دلاری یعنی نهاد مذهبی شیعه برای خود دشمن ساخت. او مدعی شد که به اصطلاح آیت الله عظمی سیستانی در واقع دجال سجستان یا سیستان است که در روایات ذکر شده است. امیرالمؤمنین فرموده بود دجال از شهری به نام اصفهان از یک روستای کوچک یهودی خروج می کند. چشم راستش کور است و اجداد سیستانی اصالتاً اصفهانی هستند. همچنین نقل شده بود و ظهور دجال که از مشرق از سجستان خروج می کند. امام احمد حسن مدعی شد که سیستانی دجالی بود که راه را برای امریکا دجال و ضد مسیح بزرگتر هموار کرد و به آن کمک کرد تا حاکمیت خدا را به طور کامل از عراق حذف و حاکمیت مردم را برپا کند. همچنین جالب است بدانید که سیستانی در لندن از ناحیه چشم راست خود تحت عمل جراحی قرار گرفته و بسیاری مدعی هستند که وی از ناحیه چشم راست نابیناست. سفیانی امام احمد حسن دعوت خود را در سال 1999 میلادی آغاز کرد و از سوی امام مهدی به صورت عمومی منصوب شد. امام صادق فرمود همانا اگر سفیانی را ببینی خبیث‌ترین مردم را دیده ای و همچنین روایت شده است او صلیبی بر گردن دارد. امام واقع فرمود سفیانی سرخ، بور و آبی است و او هرگز خدا را نپرستیده است. امیرالمؤمنین نیز فرمود سفیانی با پرچمی سرخ رنگ خروج خواهد کرد. همانطور که در تصاویر مشاهده می کنید موهای پادشاه اردن در دوران کودکی بور بود. او چشمانی آبی دارد، رنگ پوستش قرمز است و بر گردن و سینه خود صلیب دارد و پرچم او سرخ رنگ است. علاوه بر همه اینها در همان سالی که دعوت امام احمد حسن آغاز شد تاجگذاری کرد.